چرا مردم سختشون رو یاد بگیرن رانندگی کنن؟ برو لطفاً. مامان خیلی بعیده صداتو بشنوه. ایز ببینم مال تو تک مفصله یا چند تایی ها؟ راجب چی حرف میزنی؟ راجب پات. آره فهمیدم. حالا چرا برات مهم شده؟ واسه پایان نامه دانشگاه میخوام. این که اختصاصی باشه برام خیلی مهمه. پس داری برای پایان نامت از معلولیت ایز استفاده میکنی؟ احمق. میدونی که رقابت تو دانشگاه زیاده. انتظار داری چیکار کنم؟ حد اکثر تا 78 درجه بالا میره و در سردترین حالت به 68 درجه میرسه، اما انتظار دمای پایین حتی فکرشم نکن رفیق. حالا خبری راجع به ترافیک صبحگاهی بشنوید. چی شده؟ هیچی، رئیس جدیدم خیلی عوضیه. ببینم چیکارش کردی. خیلی ممنون که فکر کردی من کاریش کردم. این واقعا نظر لطفته. فقط چند باری دیر رفتم سر کار. خب من براش یه راه حل خوب دارم.